این دقیقاً همون چیزیه که اسمش رو میذارن کارما. سال 2004 آرسنال داشت تاریخ سازی میکرد و میخواست لیگ رو بدون هیچ باختی ببره. با منچستر یونایتد بازی داشتند و در این مسابقه حساس بازی تا دقیقه 80 0-0 مساوی بود. اما بعدش یک اتفاق باور نکردنی افتاد. پاتریک ویرا حتی به ون نیستلروی نزدیک نبود، اما ون نیستلروی با یک حقه خیلی کثیف وانمود کرد و داور رو گول زد و به ویرا کارت قرمز داد. بدتر از همه توی لحظات پایانی بازی منچستر پنالتی گرفت. همه فکر کردن که رویای آرسنال برای یک فصل بدون باخت تموم شده، اما ون نیستلروی اومد پنالتی رو بزنه و چی شد؟ پنالتی رو کاملا خراب کرد. کل تیم آرسنال جلوی چشم خودش شادی کردند. در نهایت اونا رفتند و تاریخ سازی کردند و تنها تیم توی تاریخ انگلیس شدن که کل فصل رو بدون باخت تموم کرده. اگر به کارما اعتقاد داری این ویدیو رو لایک کن.